گلچین هفته. سلام. 37مین برنامه گلچین هفته را با پیش‌درآمدی در بیات ترک آغاز می‌کنیم. این درآمد را استاد جلیل شهناز ساخته و با همکاری هنرمندان ارجمند اصغر بهاری، فرامرز پایور، حسن ناهید و محمد اسماعیلی اجرا کردند. سه تن از استادان بزرگ موسیقی ایران، تاج اصفهانی، حسن کسایی و جلیل شهناز، در حدود 10 سال پیش قطعاتی از ردیف موسیقی ایرانی را با هم اجرا کرده‌اند که تاکنون پخش نشده است. این قطعات علاوه بر جنبه هنری از نظر آموزش موسیقی نیز دارای ارزش بسیار است. از این هفته در هر برنامه گوشه‌هایی از ابوعطا را
با آواز تاج، تار جلیل شهناز و نی حسن کسایی برای شما پخش می‌کنیم. درآمد ابوعطا به نام دستان است. بخت آینه ندارم که در او می نگری، بخت آینه ندارم که در او می نگری، خاک بازار نیرزم که بر او می گذری. حجاز من چنان عاشق رویت که ز خود بی خبرم، تو چنان فتنه خویشی که ز من بی خبری،
اوج حجاز. تو چنون فتنه خویشی چه ز من بی خبری یا درآمد ابوعطا حجاز و اوج حجاز را شنیدید. ترانه محلی بانو را که چند هفته پیش با صدای سیما بینا شنیدید دوستداران فراوانی داشته است. یک بار دیگر بشنوید. ترانه محلی بانو را با صدای سیما بینا شنیدید. حالا به عود و آواز عبدالوهاب شهیدی گوش کنید که ترانه محلی دیگری را اجرا می کند. عزیزم سوزه نام آهنگ بختیاری است که عبدالوهاب شهیدی با حفظ لحن آهنگ اصلی به صورت آواز آزاد خوانده است. شد رازم
بلند دل نگیره جان یارمون چی برگ گل خسبی تنها شده راز و بلند دل نگیره جان یارمو چی برگ گل خسبی تنها عزیزم سازه شیرینم سازه دست به دست مالون نزن دلو می‌لرزی آسمون کارم مدار یارو بیدار ما میرم بوسش کنم ارخی عزیزم سازه شیرینم سازه دست به دست مالون نزن دلو می‌لرزه هر کش خیلو گلی یار سر نداری که گلی پژمرده بر فصل بهاری عزیزو سوزه شیرینم سازه دست به دست مالون دلو می‌لرزه
ما دیدم عزیزان سازه شیرینم سازه دست به دست مالون نزن دلو علی ساقیا ترانه زیبایی است از شیدا، ترانه سرای نامی ایران که به روایت استاد عبدالله خان دوامی با صدای مرضیه به همراهی گروه شیدا اجرا شده است. به پیش قامت از چمن خجل شده ای دم ای حبیبم سوسن و گل به پیش تو بنده بر شده ای جانم ای حبیبم ای
آواز ایرانی را معمولاً یک یا چند ساز همراهی می کند. امروز قطعه چهارگاه را که فرهاد فخرالدینی برای آواز و همراهی ارکستر تنظیم کرده می شنوید. این تجربه تازه طرف توجه و قبول صاحب نظران و دوستداران موسیقی ایرانی قرار گرفته و پخش مکرر آن را از ما خواستند. حالا به آواز شجریان به همراهی ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران گوش کنید.
اگر دستان رسد روزی که انصاف از تو بستانم، قضای عهد ماضی را شبی دستی برافشانم. یا که گر روزی فراغ افتد تو صبر از من توانی کردن، من صبر از تو نتوانم.
دم صد بار میگوید که چه از فتنه بر هم نه دیگر ره دیده میافته بر آن بالای فتانم یا دیگر ره دیده میافته بر آن بالای تو را در بوستان باید که پیش سر بشینی وگرنه باغبان گوید که دیگر سر نشانم وگرنه باغبان گوید که دیگر سر نشانم
مپرسم دوش چون بودی به تاریکی و تنهایی، شب هجرم چه میپرسی که روز وصل حیرانم.
37مین برنامه گلچین هفته در اینجا به پایان می‌رسد. تا هفته دیگر، خدا نگهدار.